پس اگر میخوایم که از این بیراهه برای آسان است لا اله الا الله محمد رسول الله را مفهومش باید بفهمیم. مفهوم لا اله الا الله اولش کفر به معبودان باطل هست. معبود باطل، بسیار کسایی هستن که لا اله الا الله محمد رسول الله میگن 1000 مرتبه، 2000 مرتبه، 3000 مرتبه به زبان گفته میرن، اما از دیدگاه عملی میرن در مقابل یک مخلوق بر از رکوع میکنن، بر از سجده میکنن، بر از عاجزی خود میگیرن. حتی بعضی اوقات یک کسی میبینید در مقابل یک قبر هم تو دستای خود مثل با حالت نماز از گرفته، بسیار به شکل عاجزی اما تو استاد است و حتی اگر برشان بفهمانی ما و تشنام میته و گپایی بیهوده میگه و بالاخره سرت انتقاد میکنه. اما یک کسی هست که میخواه که از این منجلاب، از این غلطی ها و از این اشتباهات خود خلاص بکنه، پس بیاین لا اله الا الله را مفهومش بفهمیم. مفهومش چیه؟ 3 رکن داره. رکن اولش کافر شدن به معبودان باطل. رکن دومش کافر شدن به قانونگذارایی که ضد شریعت الله قانون میسازن. و تمام این قوانین و قانونگذارا چی هست؟ کافر شدن است. و همین کسایی که قانون شریعت ضد الله میسازن یکی هستن، ایره طاغوت میگن. علامه ابن قیم جوزی میگه که طاغوت 3 قسم است: من معبود و متبوع و مطاع. میگه یا معبود است که عبادت میشه و به عبادت خود قناعت داره، اما اگر قناعت نداره بعد از مرگش که سوره عبادت کرده او باز داخل نمیشه، این طاغوت گفته میشه. یا مثلا متبوع هست که متابعت از او میشه در چی؟ در آنچه که میگن، مثل احبار و رهبان، علمای درباری. حالا اگر شما یک عالم دیدین، خلاص وقتی که معنای کلمه را فهمیدین، دیدی که مثلا اینجا یک عالم هست، خدا عالم میگه لکن مردم به دموکراسی دعوت میکنن. خب میفهمی که این عالم چی هست؟ عالم درباری هست و کسی هست که به خاطر مال و خانه و امتیازات ضد دین گپ میزنه. خب بر تو خب میگه دیگه الله بر ما و شما عقل داده، وحی داده، قرآن است و سنت است. پس در آینه قرآن و سنت هر عالم میبینیم. کدام عالم گپش به قرآن و سنت برابر است؟ اونجا فهمیدی که ولا معبودان باطل کلش رد شد. بله، پس حال یک عالم هست قرار در چوکی شیشته و مردم میگه بین برای من رکوع بکنین و سجده بکنین، یا نمیگه قرار هم تو شیشته مردم برش رکوع و سجده میکنه و هیچ مانعت نمیکنه. پس میفهمی که خودی عالم به طاغوت مبدل شده است، مطبوع هست، طاغوت مطبوعی را میگه. یا مثلا خود عالم از طرف درس قرآن میته، در جریان درس قرآن خود مردم به طرف سیکولاریسم، به طرف قوم پرستی، به طرف دموکراسی دعوت میکنن. یک عالمی که میخیزه و میگه قوم ما از دیگه قوم ها کده بهترتر است و قوم ما و شما باید به این قوم خود افتخار بکنیم، خب این کلمه کفر است که میگه. چطور افتخار به قومت میکنی؟ در قومت کمونیست نیست، در قومت هندو نیست، در قومت بیدین نیست، در قومت بی ایمان نیست، منافق نیست. در قوم رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود. ابو جهل از قوم پیغمبر نبود، ابو لهب کاکای پیغمبر نبود. حالا بخیزیم افتخار بکنیم بر ابو لهب به خاطر که از قوم پیغمبر است. خود کفر است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همونجا بلال حبشی را احترام میکرد و ابو لهب برش گفت که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب. اینمی کاکای ما که از قوم است و کاکای است و قریشی است و عرب است، کل مواصفات داره لکن وصف ایمان نداره، سیصلا نارا، آتش دوزخ داخل میشه. حالا که شما مثلا میخیزین و میگید که من به قوم خود افتخار میکنم، به این معنا که اگر در قوم کافر هم است افتخار میکنم. خیر، افتخار به ایمانت بکو، به عقیدت بکو، به توحیدت. الحمدلله، شکر بگو که من الحمدلله من عقیده درست دارم. بنابراین چرا جوانای راگم هستن؟ تو جوانی که راگم است علتش میفهمی چی است؟ علتش چی است که لا اله الا الله رو برات کس درس نداده، یا لا اله الا الله رو مفهومش نفهمیدی، یا اگر فهمیدی سر خود تطبیق نمیکنی. اول باید انسان از خود شروع بکنه. آیا من از یک انسان وقتی خانم لا اله، آیا من میتونم که دموکرات باشم؟ من خود نمیتونم. چرا نمیتونیم؟ به خاطر از اینکه دموکراسی قانون زمینی هست. دموکراسی غربی قوانین هست که
غربی ها ساختن، انسان ها ساختن و کسایی که بیدین بودن اونا ساختن و قوانین شرقی که مثلا در روسیه و در تاجیکستان و ازبکستان و در این منطقه تطبیق میشه قوانینی هست که اساسش از مارکسیسم و از لنینیسم و از این چیزها گرفته شده هست. پس این من پذیرفته نمیتونم. چرا؟ اگر بپذیرم تکر از با لا اله الا الله، یعنی اینجا انسان باز منافق گفته میشه که در زبانت حمد گویا در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی شد. در زبانت میگی که لا اله الا الله محمد رسول الله، اما باز می دعوت میکنی به طرف دموکراسی. از این خاطر برادر عزیز، خواهر محترم، اساس چی هست؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. یک آینه کلان است، در این آینه هر کسی را بگذار، اولش مرا بگذار. اگر دیدی گپ ما مخالف از سر ما چلیپا بکش. ما خو معیار نیست. معیار کی است؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم والذین معه. کسایی که همراهش بودن کی بودن؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. بس به منهج صحابه. ببین صحابه چه قسم عمل میکردن. متوجه هستید؟ اینال هر کسی که مثلا قوم پرستی میکنه یا وطن پرستی میکنه یا به نام قوم جنگ میکنه یا به نام وطن جنگ میکنه، بازی جنگ ازی جنگ اسلامی نیست. جنگ ازی جنگ چی است؟ جنگ قومی هست. جنگ ازی باز جهاد گفته نمیشه. چرا؟ جهاد در اسلام تعریف است که لتکون کلمت الله هی العلیا. جهاد مجاهد انسان مسلمان به خاطر چی می جنگه؟ به خاطر ازی که لا اله الا الله ای باید چی باشه؟ در مقام عالی باشه و کلگی تسلیم شریعت الهی باشه و الا الله باور داشته باشه. اما ای که مثلا این نفر میخیزه در مقام به خاطر وطن خود می جنگه، خب اگر خدا نام خدا مسلمانم بانه، چون میگه که من به خاطر وطن می جنگم یا به خاطر دموکراسی می جنگم یا به خاطر سکولاریسم می جنگم یا به خاطر زبان خود می جنگم، مبارزه میکنم، پس این انسان در صف طواغیت داخل میشه و در صف انصار و پیروای طواغیت داخل میشه. این کلمه لا اله الا الله بسیار معنای قوی داره، بسیار معنای قوی داره. از این خاطر وقتی موسی علیه السلام از الله خواست که یا الله برای من یک ذکر بگو که من برو تو را ذکر بکنم، یاد بکنم، الله سبحانه و تعالی فرمود موسی برو بگو لا اله الا الله. موسی علیه السلام گفت یا ربی را خو کلگی میگه، برای من یک ذکر خاص. الله متعال گفت که ای موسی اگر لا اله الا الله را در یک پلیته را زبانی و زمین و آسمان و تمام مخلوقاتی که در اینا هست ایره در پلیته ترازوی دیگه بانی، لا اله الا الله گرنگ میشه. چرا؟ لا اله الا الله بسیار مفهوم قوی داره، معنای قوی داره، فکر انسانه و وجدان انسانه و عقل انسانه و کل زیر جور میکنه. تا وقتی که مفهوم لا اله الا الله و محمد رسول الله را نفهمی، اسلام نمیفهمی. از این خاطر من یک کتابی را شروع کردم، نامش است مفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. چه قسمی را بفهمیم؟ چه قسم بفهمیم؟ 3 رکن، 7 شرط، 3 تعهد. 3 رکنش، رکن اولش کافر شدن به معبودان باطل و ایمان آوردن به معبود حقیقی لا اله الا الله. رکن دومش کافر شدن به تمام طواغیت، قوانین و قانونگذارای باطل و ایمان آوردن به شارع حقیقی، معبود حقیقی که مستحق است، الحکیم است، حاکم است، حکم کننده و کسی که احکام میسازه، تعیین میکنه. این احکام را که تعیین کرده حقیقی که الله است. این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه. خب سومی رکن لا اله الا الله چی است؟ محمد رسول الله. رسالت. 3 رکن فهمیدی؟ رکن سومی چی است؟ رسالت است. یعنی به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشی. رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالتش چی است؟ کتاب الله وحی جلی هست، قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک کسی میگه که من لا اله الا الله را قبول ندارم، محمد رسول الله را قبول ندارم، برش میگه که برادر تو یک رکن از ارکان ایمان تو، از عقیده تو ناقص است، از بین رفتن.
تو باید احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم که وحی است و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى. یک کسی هست میگه من قرآن قبول دارم اما احادیث قبول ندارم، سنت قبول ندارم. الله متعال میگه تو قرآن قبول نداری. چرا؟ به خاطر اینکه احادیث اقوال و افعال و تقاریر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و تو سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نداری، در حالی که الله میگه که و ما ینطق عن الهوى، رسول الله صلی الله علیه و از خواهشات خود گپ نمیزد. این هو الا وحی یوحى، پس سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وحی هست. اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی است. چطور میگه که من قرآن قبول دارم و این آیت قرآن قبول ندارم؟ خب تو به این آیت قرآن کافر شدی. لا اله الا الله را قبول داری وقتی که الله میگه فعلم انه لا اله الا الله. خب محمد رسول الله در قرآن نامه، قرآن مرد میگه که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بین. اینجا آمده نامده محمد رسول الله. چطور میگه که من آیت قرآن که فعلم انه لا اله الا الله را قبول دارم و این آیت قرآن که میگه محمد رسول الله ای را قبول ندارم؟ وقتی که الله میگه و اطیع الله، اطاعت الله را قبول دارم و اطیع الرسول قبول ندارم، نصف آیت اطیع الله را قبول داری و اطیع الرسول قبول ندارم. پس تو اینجا چی شدی؟ افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. الله میگه آیا شما ایمان میارید؟ یهودی ها مشکلش همی بود، این قبول دارم این آیت قبول ندارم. الله گفت فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، نصف کتاب قبول داری نصفش قبول نداری، نیم آیت قبول داری نیم آیتش قبول نداری. فما جزاء ما يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا، در زندگی دنیا ذلیل میباشی و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، و در روز قیامت سختترین عذاب بر از اینا داده میشه. پس خواهر عزیزم، برادر محترم، مسلمان گران قدر، کسی که لا اله الا الله و محمد رسول الله میگی، امی لا اله الا الله محمد رسول الله می سیروک نظیره، از خود پرسان بگو که آیا کل معبودان باطل رد کردیم و عبادت خاص برای الله هست؟ خودت خدا نمره بده. اگر از 199 هم گرفتی باز هم ناکام هستی. 100%. در اسلام 99 نیست، 100%. کل معبودان باطل 99 تایش رد کردم، همین 100مش هم رد کو، باطل از رد کو. فقط واحد، الله واحد. 100% معبودان باطل کلش باید رد بکن. تو کاملا ذهنت از معبودان باطل پاک باشه و معبود حقیقی الله هست. باز می از خود پرسان میکنی آیا تمامی قوانین و قانونگذارا و مفکرین و اندیشمندا و تیوریسن هایی که ضد شریعت الله اندیشه دارن، فکر دارن، قانون دارن، کل از اینا را ما رد کردیم؟ اگر میگی که والا 90%شان قبول ندارم، 10%، همین 10% هم قبول نیست، باید رد کنی. 1% کلش، کل قانونسازهای باطل باید چی کنی؟ رد بکنی کلش، به هر نامی که باشه و به هر شکلی که باشه. ریشدار باشه، ریشکل باشه، لنگیدار باشه، بیلونگی باشه، مثلا ریشش کلان باشه، ریشش خرد باشه، لباسش پتلون دریشی باشه، لباس عادی باشه، چپن باشه، فلانی باشه، پیران دراز سفید باشه و چی باشه. معیار نیست. معیاری است که هر کسی که قانون یا سخن ضد شریعت الله میسازه و میگه، از سازمان ملل متحد شروع تا سیکولاریسم و دموکراسی و لیبرالیسم و ناسیونالیسم و قوم پرستی و نشنالیسم، اینم تو آمده تمام قوانینی که ضد شریعت الله هست کل زیر باید رد بکنیم. چرا قوانینی که ضد شریعت الله هست از کجا شروع میشه؟ مثلا قانون امریکا، بعد از این قوانینی که مطابقت از قوانین امریکا میکنن. پس حکومت هایی که قوانینشان موافق قانون امریکا هست و با امریکا دوستی دارن و قانون خود به همراه از اونا ساختن، این قانون از هم مثل قانون
از اونها هست. باز از پایین تر از این مثلا مملکت ها هست، جمهوریت ها هست. جمهوریت چی هست؟ اولین جمهوریتی که در جهان اسلام تطبیق شد جمهوریت آتاتورک بود. آتاتورک آمد خلافت اسلامی عثمانی ها را از بین برد و به عوضش جمهوریت آورد. پس جمهوریت نظام طاغوتی که ضد خلافت خلفای راشدین، عباسی ها، اموی ها، عثمانی ها، ضد کل از اینا بود. عوض جانشینش آوردن چی کردن؟ جمهوریت کردن. پس جمهوریت یعنی جمهور مردم. ببینید کلمات واضح هست. جمهوریت یعنی قانونی که جمهور مردم میسازن. خب میگه کل مردم خب قانون ساخته نمیتونن، میگن نماینده هایشان است، قوانینی که توسط نماینده های جمهور مردم که در پارلمان هست. پس اینمی پارلمان ها، کسایی که در پارلمان هستن، این کلشان چی هستن؟ معبودان باطل هستن. هر عضو پارلمان یک طاغوت است، قانونی را بلند بکنه دست خدا که ضد شریعت الله هست. پس تو باید به این پارلمان به این کافر شوی، طاغوت است. یا مثلا اگر گفتن که خب یا ایران فهمیدیم مثلا بعضی احزاب است، احزاب جور شده به نام حزب دینداری و حزب اسلامی و حزب سوسیال دموکرات و حزب لیبرال دموکرات و حزب فلانی و حزب فلانی، ولو که نامهای بسیار برقدار باشه. ببینید که این حزب کدام قانونه در کدام پارلمان تو را سوق میده؟ در پارلمانی که ضد شریعت الله قانون میسه. پس این حزب چی شد؟ طاغوتی شد. باید به این حزب هم کافر شوی. یعنی یک کس میره عضویت از این حزب میگیره و باز میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، باز از طریق از این حزب میره در انتخابات شرکت میکنه، باز در انتخابات وکیل پارلمان تعیین میکنه، باز وکیل پارلمان میخیزه در پارلمان چی میکنه؟ فیصله میکنه پارلمان و قبول کرده اکثریت. اگرچه شاید در پارلمان دست خود بالا نکنن، لکن چون اکثریت کرد بازی میگه اگر اکثریت رای دادن قبول داره. اکثریت پارلمان میگه که در این مملکت زنا پروا نداره مگر ای که مثلا کس تجاوز جنسی بکنن، همجنسگرایی پروا نداره، یعنی قانونی هست و این جرم پنداشته نمیشه. و شراب مثلا به این شکل. پس این حزب ولو که نامش یک حزب دینی و اسلامی باشه و تو را به اون طرف سوق میته، این حزب چی هست؟ حزب طاغوتی هست. عقلت در کار بردو اگه فهمی ما ولدمی حزب رفتن نمیتونم، حزب دینداری است به نام اسلامی، نسا کنن فلانی احزاب اسلامی هست، نامش هم اسلامی گذاشته شده هست. اما این حزب اسلامی چی میکنن؟ هدفش چی هست؟ داخل شدن در انتخابات و رای دادن به پارلمان و اشتراک کردن در انتخاباتی که دو سیکولرهاست، بیدیناست، کافراست، بیدین از کلگی حق مساوی دارن و در اینجا دارن اجباریتی برای اسلام و به دینداری نیست. و باز اینمی مردم ها باز قانون میسازن و قانون از اینا بالای مردم تطبیق میشه. خب تو خودت خیستی از طریق زمین حزب به نام اسلامی و دینداری خودت داخل کردی در چی؟ در گروه طاغوت. یا میفهمی که حزب به نام اسلامی و دینداری مردم به قوم پرستی دعوت میکنن. اکثرا احزاب هستن قوم پرست هستن، سنگ پرست هستن، به نام زبان و قوم کار میکنن، برش یک چیز اسلامی میتونن. پس انسان مسلمان وقتی که لا اله الا الله را معنایش فهمید، ولا مسی رکن لا اله الا الله را فهمیدیم، وقتی که انسان ارکان لا اله الا الله را فهمید، باز بعد از اون ولا من نمیتونم که مد این حزب ده یک رو برم. رکن اولش رد کردن تمام معبودان باطل، رکن دومش رد کردن تمامی طواغیت. رکن اول رد کردن تمامی معبودان باطل و اثبات عبادت فقط به معبود حق که الله سبحانه و تعالی است، الا الله. لا اله رد کردن تمام قوانین ضد اسلام، الا الله فقط قبول کردن ذاتی که الحکیم است، حاکم با حکمت هست که احکام تعیین میکنه. حلال حرام، جایز ناجایز، خوب بد، کلش او تعیین میکنه. چی حق است، چی باطل است، چی حقوق بشر است، چی حقوق زن است، چی حقوق مرد است، چی حقوق طفل است، کل از این تعیین میکنه. و سوم رکنش محمد رسول الله که ما دیگه به رهبر ضرورت نداریم. من مسلمان هستم، ولی مثلا پشت فلانی رفتم مشکل پیدا کردم، پشت فلانی رفتم مشکل پیدا کردم، در فلانی حزب رفتم مشکل
پیدا کردم. برادر نفهمیدیم معنای لا اله الا الله محمد رسول الله. الله متعال برات محمد صلی الله علیه و سلم من حیث رهبر تعیین کرده. قبول داری رهبریت؟ قبول داری که رهبرت، مرشدت، راهنمایت، پیرت، بزرگت محمد صلی الله علیه و سلم است؟ قبول داری 100%؟ اگه قبول داری پس نیازی نداری دیگه به دیگه اشخاص که تو رهبر بگیری یا مرشد بگیری یا راهنما بگیری یا پیر بگیری یا بزرگ بگیری. و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کمی هست در شریعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده؟ والا فلانی شخص است بسیار قلب خوب داره، قلبش از قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم که پاک است. درباره قلب از چی اومده؟ درباره قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله گفته که الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك. قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم پاک است که الله با آب زمزم ملائکه آمدن و برشش دادن و یک مرتبه نه چندین مرتبه در طفولیت و در بزرگی. اخلاق نیست در شریعت؟ و انک لعلی خلق عظیم. آیا از اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم که در اخلاق بهتر است؟ پس چی نیاز داری؟ رهبرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. عقیده از عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم که در عقیده خوبتر پیدا میکنی؟ نخیر. از رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده اخلاق، معاملات، ایمانیات، تقوا، کلش عبادات، کل جهت ها رسول الله صلی الله علیه و سلم کامل هست. پس اگر از رسول الله صلی الله علیه و سلم در کل چیزا اطاعت کردی و واقعا رهبرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتی، خلاص راحت هستی، هیچ مشکلی برات وجود نداره در زندگی. اما اگر پشت ازی برو، پشت از او برو، پشت از او برو، خود به خود کس رو به تشویش میندازه. این حال هر عالمی که به معبودای باطل دعوت میکرد این عالم باطل است، ولو که ما باشم از ما شروع بکن. هر عالمی که به طواغیت دعوت میکرد طاغوت است و پیرو طاغوت است، چلی پا سرش بکش. و هر عالمی که سخنش مخالف سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم بود او رو رد بکن. احیانا از پیش ما یک حدیث ضعیف تیر میشه در کتاب، مثلا یک عالم میگه حدیث صحیح است، ما بریم بگیریم و درس میدیم و یک کسی پیدا میشه و میگه استاد این حدیث صحیح نیست. بچش السمع و الطاعه لرسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که علمای حدیث شناس قوی آمدن اینی حدیث گفتن که حدیث صحیح است، قبول داریم. اگر ضعیف بود قبول داریم. از ما اشتباه شد ببخشید، چه مشکل داره؟ اساس که رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خاطر صحیح بخاری، صحیح مسلم و در کتاب‌های دیگه هم احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم به هزارها و به میلیون ها حدیث است. وقتی که از 3 رکن خلاص شدی، 7 شرط هم چون ما قبلا هم براتون درس دادیم ایره میشه به اون مراجعه بکنین. باز مثلا شرط اولش علم است، علمی که جهلت را از بین ببره، علم به ارکان لا اله الا الله، علم به تعهدات لا اله الا الله داری؟ این شرط اول است. اگر نداری مطالعه بکن و بخوان و بفهم. متوجه هستین؟ شرط دومش یقین است، یقینی که شکت را از بین ببره. وقتی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگی، اتو به قرآن و اتو به سنت یقین داشته باشی که اگر دشمنای اسلام در هر بخش دین یک شک برتن کاملا رد شود. اتو یقین باید داشته باشی. ما به خاطر از تیمشون درس دادیم براتون را قبول. شرط سوم کلمه آیا ما اسلام اما تو قبول دارم که هیچ چیز رد نکردیم، یا تو قبول دارم که مثلا والا یگان چیز به مزاجم برابر نیست. اگر تو به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله یقین کامل داری، متوجه هستی، اینا باید این چه قسم قبول داشته باشی که هیچ چیز از این رد نکنی. السمع و الطاعه. شرط چهارمیش انقیاد و تسلیمی. آیا به لا اله الا الله محمد رسول الله، الله وقتی که معبود حقیقی هست، آنچه که عبادت ها را گفتن کلش قبول داری؟ تسلیم هستی به کلش؟ بله. به تمام احکام الله تسلیم هستی؟ بله. به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلیم هستی؟ بله. هیچ چیز ترک نمیکنی؟ حالا واقعا مسلمان هستی. هیچ برات مشکل بازی و تشویش میشه. صدق
آیا تو صادق هستی؟ با الله راست هستی؟ با اسلام راست هستی؟ قلب و تو زبان تو دستایت کلش یک قسم است؟ یا یکی در بین از یگان غلطی و فریب کاری هست؟ از بین ببر. صدقی که در اونجا هیچ چیز کذب ندانی، کل آنچه در اسلام از شریعت الله از کتاب و سنت است این حق است و هیچ چیز از زیر غلط و دروغ فکر نکنی و با الله سبحانه و تعالی صادق باشی و پیغمبر صلی الله علیه و آله راست و صادق باشی. هستین؟ اگر بودی ببین که چقدر باز لذت ایمان بر پیدا میشه. شرط ششمش اخلاص است. اخلاصی که 100% عبادتت و اطاعتت مخصوص الله باشه، هیچ مخلوق در نظرت نمیری. کل شرک از بین میبره. اخلاص واقعی کسی دیگر شریک نمیسازی. اما تو اخلاص داری؟ بله. اگر همین قسم اخلاص داری که هیچ کسی را شریک نمیسازی، ریا نمیکنی، تکبر نمیکنی، مثلا ولی این کار به خاطر فلانی خفه نشه و فلانی خفه نشه، الله خفه نشه، رسولش خفه نشه، کل فکرت همی باشه والا این کارو چرا میگن الله خفه نشه، رسولش از پشما خفه نشه. اما اگر در زبان تی بود که فلانی خفه نشه، فلانی خفه نشه، پس در اخلاص چی هست؟ مشکل است. سر تطبیق کردی. و شرط هفتم تو محبتی که هیچ چیزی از اسلام و دین با او کینه نداشته باشی. تو محبت داشته باشی که نماز با محبت بخوانی، حج با محبت بکنی، رسول الله صلی الله علیه و محبت دوست داشته باشی، با الله محبت داشته باشی، با نامهای الله محبت داشته باشی، با بنده های الله، اولیاء الله، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین محبت داشته باشی. محبت قلبی که هیچ بغضی با الله و شریعت الله و با شعائر الله نداشته باشی. همین قسم هست. وقتی که ایره داشتیم خب میایم سر تعهدات سیگانه. حال برای الله 3 تعهد داریم. سر خود تطبیق بکن. والا 3 چیز الحمدلله داشتیم. 3 رکن کلمه سر تطبیق میشه. والا نه مشکلات داشتیم. هنوز مرگ نامده، ملک الموت سرت نامده، توبه بکن، رجوع بکن. دروازه توبه باز است. دروازه توبه باز است. تا چه وقت؟ تا که ملک الموت به چشمت ندیده باشی. ملک الموت که دیدی باز دیگه خلاص است. تا وقتی که آفتاب از غرب طلوع نکرده بود. آفتاب که از غرب طلوع کرد که قیامت شد، باز توبه قبول نمیشه. هنوز که ملک الموت ندیدیم، هنوز که چیز تا صبح نمان عمل دستی که می درس شد یا الله توبه کردم، رجوع کردم، استغفر الله استغفر الله و با الله رجوع میکنی و خدا انشاءالله جور میکنی. حالا تعهدم اخوالا هفت شرط میولا دینی شرطش کنه که مشکل دارم دینی شرط جور بکنیم. جور میشه. متوجه هستین؟ بعد از مهم در تعهدات سیگانه در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ما 3 تعهد با الله میکنیم. تعهد اول ما با الله چی تعهد کردیم؟ یا الله بغیر از ذات تو هیچ معبودی را که دعوای عبادت میکنم من عبادت نمیکنم. بغیر از ذات تو فقط تو را عبادت میکنم یا الله. اگر عبادت فکری هست، اگر عبادت قلبی هست، اگر عبادت زبانی هست، اگر عبادت بدنی هست، اگر عبادت مالی هست و اگر عبادت تشریعی و تقنینی هست، هر 6 قسم عبادت یا الله خاص برات میگه. تعهد اول است. آیا این تعهد حفظ داری کردی؟ اگر کردی تعهد اول ماشاءالله. تعهد دوم یا الله بغیر از شریعت تو هیچ قانون دیگه را نمیپذیرم و تطبیق نمیکنم و به خاطرش مبارزه نمیکنم. فقط به خاطر تطبیق شریعت تو آماده هستم که جان و مالم فدا بگردانم، زندگیم فدا شود. دی تعهد استاد هستیم؟ کل قانون ها را قبول نمیکنی؟ نه انشاءالله. فقط شریعت الله. والا بسیاری کسا هستن ضد شریعت هستن و شریعت بد میگن. شنو اونا که میگن در ارتداد داخل میشن. من بغیر از شریعت الله و شریعت الله را فقط به خاطر رضایت الله میپذیرم، نه به خاطر فلان فلان فلان. شریعت الله در کتاب الله هست و در سنت رسول الله و در اجماع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی شریعت الله هست. این دوم تعهد داریم؟ بله. دموکرات نیستی؟ والا در حزب دموکراسی
یه تعهد میکنی که یا الله به غیر از شریعت تو بازی رفتی دویز داخل شدی. قانون چطور؟ والا یک وقت در محکمه ما را بردیم در فلانی جای به خاطر که تابعیت بگیریم یا فلانی بگیریم، در اونجا گفت که قانون ما را احترام میکنی و قبول داری و از این قانون سرپیچی نمیکنی و من اینجا امضا کردم. آها، پس تعهد شکستاندی، تعهد شکستاندی. توبه بکن، رجوع بکن به الله، اثر کلمه بخوان. چرا خودت به قانون غیر الله امضا کردی؟ بعضی اوقات دست خود، والا من دست مثلا یک کسی میگه دست خود سر قرآن شریف ماندم، سر کتاب ماندم که بگو که من اینمی قانون قبول دارم. خودش میگه ما از دل خود گپ نمیزنم. والا یک ورق است، این ورق قاضی خوانده رفت مرا گفت پس اثر توبه بکن، حتی اثر نکاح بکن. چرا فهمه یک فر به طاغوت تو خونج کافر به طاغوت نشدی، پس به طاغوت ایمان آوردی. بسیار سخت است دوستای عزیز، هم گفتن از این سخت است، هم تطبیق کردنش. چرا بسیاری کسایی که به این مرض ها بعضی اوقات مبتلا باشه بازو قبول نمیکنن، شیطان اجازهش نمیده، بازو یا میخیزه و دشنام میده. اما یک کس خودش میگه که قیمت چطور بکنم، کس که دوباره توبه بکن، رجوع بکن، دروازه توبه باز است و صادقانه به الله توبه بکن و رجوع بکن. خب تعهد سوم چی است؟ که یا الله ما عبادت و اطاعت خود به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. خب به طریقی کی؟ به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. دی تعهد است. والا من یک دانه پیر گرفته بودم، این پیر مرا میگفت که عوض 100 مرتبه ذکر مثلا 80 مرتبه بگو، 140 را بگو، 50 را بگو، این کارا بگو. خب دروازه توبه باز است. اگر او رهنمای تو، مرشد تو، عالم تو را مطابق طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم راهنمایی میکنه، بسیار خوب. یک کسی پیش ما اومد گفت که حالا مثلا اون کسی که برای ما گفته، مثلا گفته 100 مرتبه سبحان الله بگو، یا مثلا در حدیث گفته 33 مرتبه سبحان الله بگو. ما اگر مثلا این برای ما گفته که 300 دفعه بگو، حالا 3 دفعه 33 مرتبه خوب است یا 300 مرتبه هست. ما گفتم خیلی مثلا نماز صبح 2 رکعت فرض است. یک نفر میخیزه میگه نیت کردم بخوانم 10 رکعت نماز فرض صبح. حالا 10 رکعت خوب است یا 2 رکعت خوب است؟ گفت نه 2 رکعت خوب است، به خاطر اینکه این در قرآن و در سنت ثابت است. حکم الله و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خلاص وقتی که 2 رکعت نماز فرض نمیتونی که 10 رکعت بسازی با زیادت خوب، پس در هر چیز اگر به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما در عبادات چی رو یاد دادن؟ مثلا 6 چیز برای ما تعلیم دادن. نوعیت عبادت که چی عبادت است، چی عبادت نیست. نماز عبادت است بیان کرده، آیات حدیث کنید. نوعیت عبادت، کمیت عبادت، چقدر عبادت بکنیم، کیفیتش با کدام شکل عبادت بکنیم، زمان عبادت، مکان عبادت، وسایلی که در عبادت استفاده میشه، کل از این بر ما بیان شده است. مثلا قربانی میکنی، وسیله قربانی چی هست؟ گاو، گوسفند، گاومیش، شتر، بز، اینی هست. آیا یک نفر میتونه یک آهوی بسیار چاق قیمتی که 1 لک قیمتش هست اینو بگیره به عوض یک بز که 10,000 قیمتش هست؟ با آهو نمیشه. بز، گوسفند معلوم است. متوجه هستین؟ پس به این شکل اینی هست. اگر دوستای عزیز کسی و 3 رکن لا اله الا الله سر خود، سر فامیل خودمون مناقشه بکنین، پرسان بکنین و به 7 شرط لا اله الا الله و 3 تعهد لا اله الا الله محمد رسول الله به این واقعا ایره بفهمه و مطابق از زندگی بکنه، ذهنا و فکرا و روحا آرام است و هیچ کسی را فریب دادن نمیتونه و هیچ وقت در راه غلط نمیره. در غیر از اون از پیشش اشتباهات پیدا میشه و راهگمی از این میجه. سرمنشی راهگمی چی است؟ عدم فهم لا اله الا الله محمد رسول الله هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.